الرحیم. خب در این جلسه رسیدیم به داستانی دیگه از داستان یاران رسول خدا صلی الله علیه وسلم، از بانوان بزرگوار صدر اسلام، از صحابیات پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم. بله، داستان صحابیه امروز ما، این سیمای صحابیه امروز ما که میخوایم با هم بخونیم، ورقه انصاری هست رضی الله عنها. کسی که پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم گفت تو خونت وایستا، برای جهاد میخواست پیامبر همراه بشه، گفت نه تو خونت وایستا، چرا که خداوند شهادت تو رو در منزل تو قرار داده. و پیامبر همیشه میگفت به یارانش بریم از این بانوی شهیده دیدن بکنیم. خب این بانو کیه که رسول خدا صلی الله علیه وسلم در مورد ایشون این چنین داره بیان میکنه؟ خوب نگاهی به لحظه ورود پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم به مدینه داشته باشیم. اون خوشحالی و شادمانی که انصار شامل حالشون میشه وقتی پیامبر خدا از مکه هجرت میکنه و قدمهای مبارک خودش رو در مدینه که اون موقع یثرب بود که میشه مدینه النبی قرار میده و اون لحظه و شادمانی کسانی که منتظر پیامبر هستن ببینیم. شادمانی به حدی است که اصلا نمیشه تصور کرد. پیامبر به مدینه رسیده، مردان و زنان همه جمع شدند و بچه ها در حالی که شادمانند و خوشحالند به حضور پیامبر در مدینه که ایشون اونجا مشرف شده. ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها تعریف میکنه، میگه رسول خدا صلی الله علیه وسلم وقتی به مدینه مشرف شدن، زنان، بچه ها همه جمع شده بودن و خوشحالی میکردن و شعری رو میخوندن. طلع البدر علینا، ماه شب 14 بر ما طلوع کرده، من ثنیات الوداع، از اون محلی که به سوی مدینه میاد از سمت مکه هست. وجب الشکر علینا، بر ما واجبه که الله رو شکرگزاری کنیم، سپاس داشته باشیم. ما دعا لله دعا، چرا که این دعوت کننده ما رو به سوی الله دعوت کرده، به سوی خودش دعوت نکرده. ما دعا لله دعا، ما رو به سوی الله دعوت کرده. ایها المبعوث فینا، رو بهش میکردن ای کسی که به طرف ما برانگیخته شدی، ای پیامبر، ای کسی به طرف ما برانگیخته شدی. جئت بالامر المطاع، تو اومدی از جانب خدا امری رو آوردی که باید اون امر اطاعت بشه. خیلی زیبا. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا لله دعا ایها المبعوث فینا جئت بالامر المطاع. بله، برای ابن مالک نقل میکنه، میگه ما رأیت اهل المدینه فرحوا بشیء فرحهم برسول صلی الله علیه وسلم. میگه من ندیدم در مدینه اینقدر خوشحالی رو مگر اون زمانی که پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم به مدینه اومده. یعنی اون لحظه ورود پیامبر شادمانترین لحظاتی است که ما میتونیم ببینیم. نگاه کنید، نکته اینجا خیلی وجود داره. اون نکته هم اینه، در تاریخ اسلام در ظهور پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم 2 لحظه خیلی اساسیه. یکی لحظه‌ای که ایشون به پیامبری مبعوث میشه، انا انزلناه فی لیلة القدر هست، اقرأ باسم ربک الذی خلق هست. اون لحظه بعثت پیامبر هست که ایشون پیامبری برگزیده شده و لحظه هجرت پیامبره و زمانی هم که میخوان تاریخ رو مسلمانان تنظیم بکنن و بدونن بر اساس چه تاریخی مثلا موارد رو ثبت بکنن. چون میدونین قبل از اون بر اساس عام الفیل بود، سالی که ابرهه حمله کرده بود، میگفتن قبل از عام الفیل بعد از عام الفیل. لحظه هجرت پیامبره، چرا که هجرت پیامبر از مکه به مدینه یکی از مهمترین حادثه تاریخ بشریه، چرا که اولین جامعه ایمانی بر اساس قوانین الهی در مدینه شکل میگیره. همینجاست که مسلمانان هجرت رو منبع تاریخ قرار میدن، قبل از هجرت، بعد از هجرت، و هجرت منبع میشه و این شادمانی نشانه اهمیت اون لحظه هست. بله، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم خب مهمان خانواده بنی نجار ابو ایوب انصاری هست. من اگه اشتباه نکنم، چون من متاسفانه گاهگاهی اشتباه میکنم این مسئله رو، در هر صورت
پیامبر در خانواده کی قرار میگیره؟ در خانواده قبایل بنی نجار هست. خب طبیعیه که اونها بیشتر از هر کسی خوشحال میشن که همچنین مهمانی در اونها قرار گرفته. در همسایگی اونها خب کسانی که بودن مسلمانان، دختر بچه های کوچکی که اومده بودن می اومدن و همسایه هاشون می خوندن، دختر بچه ها، پسر بچه ها، نحن جوار من بنی نجار، ما همسایه بنی نجار هستیم، یا حبذا محمد من جار، خوش به حال ما که بالاخره همچین همسایه ای داریم. میگه رسول خدا صلی الله علیه و سلم طرف این دختر بچه ها و اینا می اومد و میگه که اتحببنی، آیا شما منو دوست دارید؟ اونا میگفتن بله یا رسول الله، ما شما رو دوست داریم. پیامبر میگه والله یعلم ان قلبی یحبکن، خدا میدونه که قلب من هم شماها رو دوست داره. این رو سیره الحلبیه نقل میکنه که این محبت وجود داشته. امام سبکی در اشعار این رو خیلی زیبا نقل میکنه، محبت بنی نجار رو نسبت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و محبت همسایگان اونجا که وجود داشته. و خب نکته‌ای که اینجا هست در داستان ما اینه که این صحابی بزرگوار ما ام ورقه انصاری هم یک نمونه از همین زنان انصاره که در میدانهای متعدد دعوت الهی قرار داره و در صفحات روشن تاریخ صدر اسلام خودش رو تونسته به خوبی به نمایش بذاره و حقیقت این رو ببینه. ابن سعد در طبقات خودش نقل میکنه که زنان بنی مالک ابن نجار میگه از اونها کی هست؟ میگه ام ورقه بنت عبدالله ابن حارث انصاری هست، یکی از زنان بنی نجار که میگه در این روز ما میخوام در واقع در مورد ایشون خب صحبت بکنیم. ام ورقه میگه که میگه ام ورقه هادی لا تعرف الا به هذا الاسم، میگه به جز این اسم به اسم دیگه شناخته نشده و بر اساس همین شهرت پیدا کرده و این یکی از زنان صدر اسلام و انصار هست که تاریخ اون رو ثبت کرده که ایشون با پیامبر صلی الله علیه و بیعت کرد و جز سابقین اولین هستند. و ام ورقه در واقع از زنان بزرگوار و با فضیلت عصر خودش حساب میشه و از زنانی است که دارای کرامت و بزرگواری خاصی هست. ایشون بر محبت خود کتاب خدا رشد پیدا میکنه، شکل میگیره و آیات الهی رو شب و روز میخونده، تلاوت میکرده تا جایی که معروف شده بود به عنوان یکی از زنان عابدات الفاضلات که در مدینه وجود داشتن. ایشون قرآن کریم رو جمع میکرد، در آیات الهی و معانی اون در تدبر میکرد، فکر میکرد، دقت میکرد که آیات الهی چه میخواد، چه دستورایی رو داره، چه مفاهیمی داره. ایشون بسیار خوب که قرآن رو قرائت میکرد، بسیار زیبا قرآن رو قرائت میکرد و مشهور شده بود که خیلی زیاد نماز میخونه. ام ورقه خیلی زیاد نماز میخونه و بسیار هم خوب نماز میخونه، این حسن عبادت اینها. ایشون پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میرفت از ایشون سر میزد، ایشون رو گرامی میداشت. ابن حجر عسقلانی رحمت الله علیه نقل میکنه از عبادات ایشون و توجه ایشون به قرآن، میگه کان قد قرأت القرآن، ایشون تمام قرآن رو خونده بود. به همین اساس فاستأذنت النبی صلی الله علیه و سلم، پیامبر اجازه خواست فی ان تتخذ فی دارها، که در منزل خودش یک مؤذنی داشته باشه که اون مؤذن اذان بده، اینا بتونن نماز بخونن جماعت با زنهایی که اونجا حضور داشتن. میگه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هم منزلت و مقام ام ورقه رو به خوبی میدونست، جایگاه ایشون رو میدونست که ایشون چقدر حفظ داره و دقت داره در فهم معانی قرآن و در ادای نماز و موارد این. و این همون چیزیه که در سنن ابی داوود نقل شده که ام ورقه گفتش که رسول خدا صلی الله علیه و سلم میرفت به خونه ایشون سر میزد، یک مؤذنی رو قرار داده بود که در اون خونه مؤذن اذان بده و ایشون چیکار میکرد؟ اهل اون خانواده رو، کسایی که در اونجا بودن، مجموعه خانواده هایی که در اونجا بودن که به صورت خب طایفه‌ای بودن، اونها رو چیکار میکرد؟ نماز میداد. عبدالرحمن راوی حدیث میگه فانا رأیت مؤذنها شیخا کبیرا، من دیدم مؤذن اونها یک پیرمرد خیلی مسنی بودش. خب ام ورقه پس خونه خودشون مسجدی کرده بود که در اون نمازها رو به جا می آورد به دستور پیامبر، به اشاره پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، تا اینکه بتونه اونجا اون عبادات رو انجام بده و ایشون رو امامی برای زنان قرار داده بود و زنها هم در عبادت و علم و زهد به اون اقتدا می‌کردن. حالا بریم ببینیم که خب این صحنه عبادی بود در میدان جهاد، ام ورقه در چه موقعیت و شرایطی قرار گرفت. خب ام ورقه هم
گفتیم مازاد بر این علم و دانش و قرائت و فهمی که داشت و حفظ شعائر، خب ایشون هم وقتی که میدید که زنها برای جهاد میرن، ایشون هم علاقمند شد و وقتی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت همه برای بدر حرکت بکنید، البته اون موقع قرار نبود که در واقع جهاد بشه، یعنی پیامبر اعلام نکرده بود جهاد، گفت ما میریم که اونجا بالاخره اموالی رو که اینها مصادره کردن از مسلمانان، اموال رو ازشون پس بگیریم و این گونه اعلام شده بود در اون لحظه. ولی خب پیامبر گفت هر کسی هر بالاخره مرکبی داره، اسبی، شتری، چیزی داره، برداره با ما همراه بشه و کسی دیگه نمونه در اینجا. خب این شواهد مشخص بود که برای جهاد یا غزوه بدر دارن میرن. وقتی خبر به ام ورقه هم رسید، ام ورقی اومد پیش رسول خدا صلی الله علیه و سلم، گفت یا رسول خدا، بالاخره من هم دوست دارم در این میدان، در این جنگ کنار شما باشم و بخوام در این میدان همراه شما باشم. چون زمان ما کمی گذشتش، بذارید ادامه داستان رو در جلسه بعد با هم میخونیم که هم شما خسته نشده باشید، هم بتونیم داستان رو واضح‌تر و روشن‌تر با هم بخونیم و بیان بکنیم. تا جلسه دیگه همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارتون باشه.